شکاف در کابینه کارتر و قرار گرفتن شاه در سراشیبی سقوط. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تأثیر کنفرانس گوادلوپ در تعیین سرنوشت حکومت پهلوی. ما در قسمت دوم این مجموعه برنامه به بررسی سیاست‌های اشتباه ایالات متحده در قبال ایران که منجر به سقوط سلطنت پهلوی شده است خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما همراهان عزیز و گرامی رسانه اینترنتی دژ و بسیار خوشحالم که طبق روال قسمت‌های گذشته یک بار دیگه مهمان قاب تصویر و نگاه زیبای شما عزیزان هستم و امیدوارم که مثل برنامه‌های گذشته تا پایان قسمت دوم این مجموعه برنامه با ما همراه باشید. در قسمت قبل تأثیرات دیپلماسی تسلیحاتی آمریکا بر روابط این کشور با حکومت پهلوی رو خدمت شما دوستان ارائه دادیم. در این قسمت تصمیم داریم تا همراه شما عزیزان تأثیرات سیاست‌های حقوق بشری کارتر بر فروپاشی روابط دو کشور که در نهایت منجر به آغاز فرایند سقوط سلسله پهلوی شد رو بررسی کنیم. البته بعد از انتشار قسمت اول این مجموعه برنامه برخی از دوستان بیان کردند که در سقوط پهلوی عوامل زیادی دخیل بوده و این سقوط بسیار پیچیده تر از این حرفا بوده و از این دست مسائل که بنده با تایید حرف دوستان باید این نکته رو اضافه کنم که هدف ما از تهیه این برنامه تایید و یا رد دیدگاه محققان و یا شاهدان عینی سقوط پهلوی نیست، بلکه صرفا ما در اینجا به بررسی دیدگاه یک محقق دانشگاهی و بی‌طرف که دیدگاهش به تازگی منتشر شده میپردازیم و در پایان نتیجه گیری رو به شما مخاطبان عزیز و گرامی واگذار میکنیم. ایالات متحده آمریکا از گذشته تا به امروز همیشه خودش رو سردمدار و مدافع حقوق بشر و همینطور حامی گسترش موازین حقوق بشری در کشورهای دیگه معرفی کرده. اما در این مورد بین گفتار تا کردار سیاستمداران آمریکا همیشه یک تضاد فاحش وجود داشته و اون تضاد اینه که آمریکا خودش رو تنها کشوری میدونه که این اجازه رو داره برای مسائل حقوق بشری حد و حدود ترسیم کنه و با توسل به هژمون نظامی و اقتصادی خودش این حد و حدود رو به جهانیان دیکته کنه که با توجه به این استدلال بسیاری از کارشناسان حوزه روابط بین الملل بر این باورند که حقوق بشر آمریکایی یعنی استفاده ابزاری از مبانی حقوق بشری برای تأمین منافع آمریکا در سایر کشورها. اما سیاست حقوق بشری دولت آمریکا در قبال ایران برای جیمی کارتر از اهمیت دوچندانی برخوردار بود، چون که علاوه بر شعارهای انتخاباتی کارتر و تکیه بر مسائل حقوق بشری در دوران کاندیداتوری، با توجه به موقعیت استراتژیک و اهمیت ایران برای آمریکا در دوران جنگ سرد، افشا شدن نقض مکرر حقوق بشر توسط دستگاه امنیتی شاه نحوه برخورد آمریکا با ایران رو برای جیمی کارتر به یک آزمون موفقیت تبدیل کرده بود. به این ترتیب که کارتر یا باید وعده های حقوق بشری رو انتخاب و شاه رو رها می کرد یا اینکه پا روی وعده های انتخاباتی خودش میذاشت و از ژاندارم خاورمیانه حمایت میکرد. البته بر کسی پوشیده نیست که آمریکا سابقه درخشانی در مسائل حقوق بشری نداره و اصطلاحاً حقوق بشر آمریکایی اسم رمزی برای تکرار جنایات این کشور در عرصه بین المللی محسوب میشه که به عنوان بارزترین نمونه میشه به جنایات آمریکا در ویتنام و افغانستان و یا دست داشتن در جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اشاره کرد. اما جیمی کارتر به خاطر میراث دولت نیکسون
و همینطور عمومی شدن گزارش‌های مرتبط با جنایات شاه در مورد سرکوب انقلابیون و اعدام زندانیان سیاسی، اراده و توان سرپوش گذاشتن روی اشتباهات شاه و حمایت بیشتر از حکومت پهلوی رو نداشت. همین مسئله باعث وقوع اختلاف و ایجاد شکاف و دو دستگی در دولت کارتر در رابطه با ایران میشه، به نحوی که تقریباً همه مقامات وزارت خارجه آمریکا از جمله سایروس ونس وزیر خارجه دولت کارتر، وارن کریستوفر معاون وزیر، اندرو یانگ نماینده آمریکا در سازمان ملل و هنری پرشت مسئول میز ایران به شدت از وضعیت حقوق بشری شاه ناخشنود و عصبانی و همینطور مخالف حمایت از تهران باشند. در طرف مقابل زبیگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا و همینطور هارولد براون وزیر دفاع معتقد بودند که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک ایران در کشمکش‌های جنگ سرد باید بر وضعیت حقوق بشر ایران سرپوش گذاشت و از شاه حمایت کرد. نکته مهم در این ماجرا انفعال کارتر در حل و فصل کردن مشکلات به وجود آمده در کابینه و همینطور نبود قدرت تصمیم گیری در وی به عنوان رئیس دولت بوده که همین امر باعث میشه زمانی که کارتر شاه رو به عنوان یک سنگر امنیتی و مدافع غرب ستایش کنه، اعضای دولت کارتر شاه رو ستمکاری ظالم میدونستن که محکوم به سقوطه. جان استمپل که از سال 1975 تا 79 میلادی مأمور سیاسی سفارت آمریکا در تهران بوده مینویسه که اظهارات و اقدامات متناقض واشنگتن و تایید نقض حقوق بشر دستگاه‌های امنیتی شاه توسط مقامات رسمی دولت آمریکا موجب تحریک و افزایش قدرت مخالفان شاه می شود. اختلافات درست زمانی بروز پیدا میکنه که دولت کارتر سرانجام پس از نوامبر 1978 میلادی متوجه موقعیت متزلزل شاه میشه. در سالهای 77 و 78 میلادی گزارش‌های جامعه اطلاعاتی و همینطور سفارت آمریکا در تهران حاکی از این بوده که اقتدار شاه با هیچ چالش مهمی مواجه نیست. از نگاه مقامات آمریکا این گزارش دستگاه اطلاعاتی دلیل قانع کننده‌ای برای ضروری نبودن طرح مسئله حقوق بشری علیه حکومت پهلوی بوده. علاوه بر این اسناد، جک میکلوس در گزارش ارسالی خودش به کاخ سفید ضمن تحقیر مردم ایران تاکید میکنه که مفاهیم فرایند دموکراتیک اساساً با سنت‌های ایرانیان بیگانه است. در ادامه گزارش میکلوس با ربط دادن تمامی زندانیان سیاسی به نیروهای چپگرا و کمونیست اضافه میکنه که اکثریت بزرگی از 35,000 زندانی سیاسی به دلیل ارتکاب به اعمال و اقدامات خشونت‌آمیز دستگیر و روانه زندان شدند. البته سازمان عفو بین الملل در سال 1355 تعداد زندانیان سیاسی ایران رو بین 25 تا 100 هزار نفر اعلام کرده و علاوه بر این مارتین انالز دبیرکل سازمان عفو بین الملل در اون سال ایران رو به نقض مستمر و همه جانبه حقوق بشر متهم میکنه. ولی ما در اینجا صرفاً به بیان آنچه که محقق و نویسنده مقاله قید کرده بسنده میکنیم. در نهایت اما شاه که متوجه انفعال کارتر در کنترل کابینه و همینطور متوجه ایجاد شکاف در دولت آمریکا میشه، از یک طرف برای آروم کردن مخالفان و انقلابیون در داخل کشور و از طرف دیگه برای به دست آوردن حمایت جناح مخالف حکومتش در دولت آمریکا دست به اقدامات پیشدستانه‌ای در رابطه با حقوق بشر میزنه. جیکس بیل در این رابطه در کتابش مینویسه که در اوایل سال 1977 میلادی شاه از انتقادات دولت جدید آمریکا از عملکرد خودش و حکومتش به خوبی آگاه بود و از این رو برنامه جدیدی برای ایجاد فضای باز سیاسی را آغاز کرد که شامل ممنوعیت شکنجه، آزاد کردن گزینشی زندانیان سیاسی، تلاش برای اصلاحات قانونی و کاهش سانسور شدید میشد. البته خانم نیکی ریچارد کدی، مورخ نامدار مسائل ایران در دانشگاه UCLA کالیفرنیا،
نظر متفاوتی در این مورد داره و در رد ادعای جیکس بیل در کتابش می نویسه منطقی به نظر می رسد اگر سرطان شاه و نگرانی بر سر جانشینی پسرش را عامل برچیدن برخی محدودیت‌های آهنین و دیکتاتور مآبانه در قبال اپوزیسیون در سال 1977 بدانیم و می شود نتیجه گرفت که شاه فهمیده بود جانشین اون نمی تواند حکومت را با خشونت آغاز کند، بلکه به ناچار باید از برخی عناصر کمک بگیرد، از جمله همین اپوزیسیونی که روز به روز پرخروشتر می شد. با در نظر گرفتن دلایل بیان شده، شاه از اواسط سال 1356 برای تحت تأثیر قرار دادن فضای داخلی و بین المللی بدون هیچ دلیل و توضیحی درهای زندانها رو به روی زندانیان سیاسی مسن و قدیمی باز میکنه که به عنوان مثال میشه به سفر قهرمانی به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی با 32 سال سابقه حبس اشاره کرد. در همین حین در بحبوحه اتفاقات داخل ایران و در اوج سردرگمی شاه نسبت به نحوه برخورد با انقلابیون بین دیپلمات‌های ساکن در ساختمان وزارت خارجه آمریکا اختلاف شدیدی نسبت به نحوه برخورد با شاه و آیت الله خمینی به وجود میاد. هنری پرشت که از اوایل سال 1977 میلادی به عنوان رئیس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا منصوب شده بود، بین نوامبر و سپتامبر 1978 میلادی به این نتیجه میرسه که شاه به آخر خط رسیده. در نتیجه در دسامبر همون سال اعلام میکنه که واشنگتن باید میان دولت آمریکا و شاه کمی فاصله ایجاد کنه و شناخت متقابلی از مخالفان به دست بیاره. علاوه بر این پرشت معتقد بود که شاه باید فوراً استعفا بده و قدرت رو به دولتی واگذار کنه که هم مورد قبول آمریکا و هم مورد قبول آیت الله خمینی باشه. اما برژنسکی که جریان رسیدن اطلاعات به کارتر رو مدیریت میکرد اجازه دیدار با مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور رو به پرشت نمیده. اما این همه ماجرا نبوده و در همین بین وزیر خارجه آمریکا به جورج بال، دیپلمات مجرب و بازنشسته‌ای که به تازگی از ایران برگشته بود، تلفن میزنه و سعی میکنه در مورد اوضاع ایران از جورج بال مشورت بگیره. جورج بال که از بیخبری وزیر خارجه متعجب میشه، میگه که شاه به دردسر افتاده و وضعیت کنونی برای سیاست خارجی آمریکا پذیرفتنی نیست و دولت ایالات متحده هرچه سریعتر باید تصمیم قاطعی اتخاذ کنه. علاوه بر این، بال که از طرح پرشت با خبر بوده، به وزیر خارجه آمریکا توصیه میکنه که پیشنهاد پرشت رو بپذیره و با مخالفان حکومت شاه تماس برقرار کنه و با توجه به توصیه‌های برژنسکی به شاه در مورد سرکوب مخالفان، شاه رو به عقب نشینی فرا بخونه. در ابتدا سایروس ونس باوری به این تفکر و همینطور اصراری به عقب نشینی شاه نداشته. اما همین که اقتدار شاه در دسامبر 1978 میلادی فرو میریزه، ونس هم تغییر موضع میده و تاکید میکنه که شاه باید فوراً به اصلاحات سیاسی سرعت ببخشه و پایگاه سیاسی حکومتش رو گسترش بده. در ادامه تغییر مواضع کاخ سفید، پس از تشکیل جلسه اضطراری در رابطه با اتفاقات ایران، مشاوران سیاسی و امنیتی کارتر دو راهکار رو به رئیس جمهور پیشنهاد میکنن. راهکار اول توسط وزیر خارجه مطرح میشه. سایروس ونس به عنوان آخرین راه چاره پیشنهاد میکنه که اگر شاه توان تشکیل دولت غیر نظامی رو نداره، یا باید یک دولت نظامی رو در تهران مستقر کنه و یا باید همه چیز رو به شورای سلطنت واگذار کنه. راهکار دوم توسط برژنسکی ارائه میشه و بیان میکنه که شاه باید با توسل به نظریه مشت آهنین معترضان رو در هم بکوبه. در پایان جلسه، کارتر با توجه به وعده‌های انتخاباتی و سیاست‌های حقوق بشری اتخاذ شده، راهکار سایروس ونس وزیر امور خارجه رو به عنوان تصمیم نهایی انتخاب میکنه و با برژنسکی مخالفت میکنه. با وخیم‌تر شدن اوضاع در تهران، 4 قدرت اصلی بلوک غرب
یعنی آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی نشستی فوری رو با محوریت ایران و همینطور نفوذ شوروی در کشورهای حوزه خلیج فارس از 4 تا 7 ژانویه 1979 میلادی در جزیره‌ای به نام گوادلوپ با نام کنفرانس گوادلوپ تشکیل میدن. در این جلسه جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، والری ژیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه، هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان و جیمز کالاهان نخست وزیر بریتانیا حضور پیدا میکنن. در اسناد دولتی آمریکا در مورد این کنفرانس که بعدها اجازه انتشار پیدا میکنه و همینطور ژیسکار دستن در مصاحبه با روزنامه توست در سال 1377 این اسناد رو تایید میکنه، بیان شده که پرزیدنت کارتر در کمال غافلگیری اعلام میکند ایالات متحده تصمیم گرفته است که دیگر از رژیم شاه حمایت نکند. بدون پشتیبانی آمریکا این رژیم سقوط خواهد کرد. شاه بر این باور است که ایالات متحده همچنان از وی حمایت خواهد کرد، اما جهت باد دیگر تغییر کرده است. علاوه بر این، کارتر که سال گذشته به صورت غلوآمیز از شاه تعریف و تمجید کرده بود، در گوادلوپ به حاضرین اعلام میکنه که آیت الله خمینی مرد با ایمان و خداپرستی است. من هم با ایمانم، پس ما به خوبی با هم کنار خواهیم آمد. علاوه بر این، شاه بیمار است و دیگر قادر به اداره کشور نیست. ژیسکار دستن که این سخنان را از کارتر میشنوه، بلافاصله بعد از کارتر رو به حاضرین اعلام میکنه با این تفاسیر و سخنان پرزیدنت کارتر بهتر از شاه هرچه سریعتر ایران را ترک کند. در نهایت محمد رضا پهلوی که با شنیدن جزئیات گوادلوپ متوجه پایان دوران حکومتش میشه، به شاپور بختیار آخرین نخست وزیرش دستور میده تا رسانه‌ها و مردم را از تصمیم شاه برای خروج از ایران طی چند روز آینده مطلع کنه. بلافاصله پس از انتشار این خبر، برژینسکی پیشنهاد انجام کودتا پس از خروج شاه رو به کارتر ارائه میده، اما کارتر بازم مخالفت میکنه. امیر افشار قاسملو در خاطراتش در رابطه با روزهای آخر شاه می نویسه که اعلی حضرت آقای هوشنگ رام را مأمور کردند که مرتب موضوع گوادلوپ را از رادیو و تلویزیون های مختلف جمع آوری کند و هر روز آنها را گزارش دهد. هوشنگ رام با من خیلی دوست بود. او می گفت که اعلی حضرت فرمودند اینها تصمیمشان را گرفتند و همینطور اعلی حضرت متوجه رویگردانی متحدان سابق از ایشان شدند. البته آنها نمیگویند که شاه باید برود، ولی میگویند گاندی دوم باید به ایران بازگردد. و بدین ترتیب شاه که متوجه خیانت متحدان غربی خودش میشه، در 26 دی ماه 1357 از کشور خارج میشه. نکته جالب اینجاست که طبق اسناد از طبقه بندی خارج شده کاخ سفید، مشخصاً کارتر نه علاقه‌ای به پیروی از برژینسکی و انجام کودتا داشته، نه مایل بوده شاه رو به حال خودش رها کنه و نه حتی اجازه برقراری تماس رسمی با آیت الله خمینی رو به تیمش میده. یعنی عملاً کاخ سفید هیچ طرحی برای حمایت از شاه و یا برنامه‌ای برای مذاکره با مخالفینش نداشته. اما سوالی که برای مخاطب به وجود میاد اینه که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی ایران برای آمریکا، چه اتفاقی باعث میشه که کارتر به همین راحتی پشت شاه رو خالی کنه و اجازه سقوط حکومت پهلوی رو بده؟ اگر یادتون باشه در قسمت اول این مجموعه برنامه گفتیم که کارتر در شناخت ایران دچار شکستی راهبردی میشه. دلیلش هم اینه که کارتر بر این باور بوده که این امکان وجود داره تا شرایط بحرانی ایران رو مدیریت کنه. در ادامه ما تفکر و استراتژی عجیب کارتر در مدیریت بحران ایران انقلابی رو مفصلاً شرح خواهیم داد. در دنباله اسناد منتشر شده اینطور نوشته شده که کارتر در کنفرانس گوادلوپ در ادامه صحبتش حرفی میزنه که علاوه بر مشخص شدن نقشه کاخ سفید در مورد ایران، بیانگر شم سیاسی افتضاح کارتر و ضعف شدید وی در مدیریت بحرانه.
کارتر بیان میکنه که وضعیت بسیار متحول شده است و شاه نمیتواند در مقام خود بماند. مردم ایران او را نمیخواهند. نخست وزیری هم که حاضر باشد با او کار کند وجود ندارد. اما دلیلی برای نگرانی ما وجود ندارد. نظامی ها هستند. این آنها هستند که وضعیت را در دست میگیرند. اغلب سران نظامی در مدارس ما تحصیل کردند و سران ارتش ما را خوب میشناسند. آنها با هم دوست هستند و یکدیگر را با اسم کوچکشان صدا می کنند. ژیسکار دستن در مورد حرفهای کارتر این طور می نویسه که آنچه را که گوشهایم می شنید نمی توانستم باور کنم. آیا بحران ایران با آشنایی از این جنس و این گونه روابط حل خواهد شد؟ آیا این که رؤسای نظامی ارتش دو کشور یکدیگر را به اسم کوچکشان صدا کنند کافی است؟ آیا دوستی سران ارتش برای اینکه بتوانند حال و آینده ایران را بی‌تزلزل کند و به ما اطمینان بدهد تضمینی دارد؟ جیمی کارتر که متوجه بهت‌زدگی من شد بر حرف خود پافشاری کرد و گفت بله، من به شما اطمینان میدهم آنها یکدیگر را تا حد صمیمیت میشناسند. من از رؤسای ارتش آمریکا پرسجو کردم و از صمیمیت آنها با یکدیگر مطمئن شدم. آنها یکدیگر را به اسم کوچک صدا می کنند. در تایید این اسناد اندرو اسکات کوپر مقاله‌ای در روزنامه تلگراف چاپ میکنه که بر اساس بررسی بخش دیگری از اسناد از طبقه بندی خارج شده دولت آمریکا تهیه و تنظیم شده. کوپر درباره اهداف مأموریت ژنرال هایزر می نویسه هایزر در تلگرافی که در 12 ژانویه 1979 میلادی به وزیر براون و ژنرال جونز میفرسته بیان میکنه که پرزیدنت کارتر از وی خواسته که 6 نکته رو به ژنرال های شاه گوشزد کنه. نکته اول، پرزیدنت کارتر عمیقاً تحت تأثیر نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران قرار گرفته است. نکته دوم، رئیس جمهور معتقد است بیشترین منافع برای همه به وسیله یک دولت غیر نظامی قوی و پایدار میتواند محقق شود. نکته سوم، دولت غیر نظامی جدید بختیار باید حمایت کامل ارتش را داشته باشد. نکته چهارم، حمایت از دولت زمانی محقق می شود که رهبران ارتش به وظایفشان ادامه دهند، یعنی کشور را ترک نکنند و با هم به عنوان یک تیم کار کنند. نکته پنجم، دولت ایالات متحده از بالاترین مقام یعنی رئیس جمهور تا پایین ترین مقام قویاً حامی آنهاست. و ششمین نکته، داشتن روابط قوی و پایدار بین فرماندهان ارتش دو کشور برای ایالات متحده و ایران حیاتی است. صحبت‌های کارتر در گوادلوپ و همینطور نامه ژنرال هایزر نشون میده که کارتر واقعا بر این باور بوده که با به دست گرفتن کنترل سران ارتش، اونم بر پایه روابط شخصی با فرماندهان آمریکایی، میتونه سرنوشت سیاسی کشوری مثل ایران رو تعیین کنه و در نهایت نشون میده که دولت آمریکا واقعا در شناخت ایران انقلابی شدیداً دچار اشتباه بوده و همینطور با ساده‌انگاری اتفاقات و رخدادهای درون ایران شکست سنگینی رو در سیاست خارجی دولتش متحمل میشه. در این قسمت ما تا خروج شاه و سقوط حکومت پهلوی رو خدمت شما همراهان عزیز ارائه دادیم و انشالله در قسمت آینده رخدادهای سیاسی بین دولت آمریکا و دولت موقت ایران در روزهای نخست انقلاب رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. در پایان به مانند قسمت‌های گذشته از اینکه مهمان نگاه زیبای شما همراهان رسانه دژ بودم صمیمانه سپاسگزارم و به امید دیدار روی ماه شما عزیزان در قسمت‌های آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.